بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت همه برادرای عزیز و آل قدر و ورزش دوستان عزیز و گرامی. حضور شما را به اولین روز که افتتاح تیم سبزاندیشان از خیلی خوش آمدید عرض میکنم. خوش آمدین. انشالله که همواره سبز و خرم و شاداب باشین و طوری که به همه معلوم است و در جریان هستین که الحمدلله تیم فوتسال سبزاندیشان به اخیراً که وضعیت کشور ما و شما تغییرات آمد و یک انگیزه برای ما ایجاد شد تا اینکه همه ما در کنار یکدیگر با جمع جوانان همدل سعی کردیم که یک تیمی را تحت نام سبزاندیشان تشکیل بدیم و الحمدلله این روز فرا رسید و جوانان عزیز ما هم در کنار میدان حضور آوردند و قرار است که انشالله امروز رسما تیم فوتسال سبزاندیشان در چمن افتتاح بشه و من پیش از آن تشریف آوری جناب استاد نظیر احمد رشیدی، یک تن از استادان حوزه ورزش به برنامه امروز به افتتاح امروز خوش آمدید عرض میکنم. خیلی خوش آمدن و دیگر استاد جناب استاد دکتر عبدالظاهر فقیری که انشالله به جمع ما میپیوندند. قرار است که امروز تیم سبزاندیشان رسما افتتاح بشود. فلحاظا اهدافی هم مد نظر گرفتیم که نخستین هدف به خاطر صحتی و سلامتی ما هست، به خاطر تندرستی ما هست و همچنان میزان سطح فرهنگ در داخل جامعه سعی میکنیم در حوزه ورزش انشاءالله بیشتر توجه بگیره و همچنان تقویت و روحیه شجاعت و دلاوری ما و شما افزایش و توانایی مشکلات و برخورد برای مشکلات روزانه برای استرس ما و شما الحق که تاثیرگذار است ورزش. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند المؤمن القوی احب الی الله من المؤمن الضعیف. مؤمن قوی از مؤمن ضعیف بهترتر است و در هر دو تا یک خیر نهفته است. بس چه خوب است که هر مؤمن هر عزیزی هر دوستی که قوی بدرخشه ورزش بکنه در جامعه میتونه قوی کار بکنه و یگانه عاملی که میتونه اضطراب و استرس سرگم بکنه در جامعه و برای کارکرد خود ما و شما در قسمت حوزه علمی فرهنگی یعنی ورزش میشه و ورزش میتونه که یک بانی خوبی بشه در قسمت کارهای پیشرفت روزمره ما و شما. فلحاظا انشالله به می امیدواری و نخستین گامی که در قسمت هدف من انتخاب کردم این است که ایجاد روحیه بیشترتر اخوت و همدلی میان جوانان عزیز و مهربان ما. انشالله همیشه وقت سبز بدرخشین شیران میهن عزیز ما افغانستان و عزیزان دل ما و من هم پیام جناب استاد نظیر احمد رشیدی را میگیرین و انشالله برنامه ما رسما افتتاح می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستا ورزشکاران عزیز. من خیلی خوشحالم که امروز با آغازین دقایق از به اصطلاح افتتاحی تیم فوتسال سبزاندیشان به جمع شما پیوستم و تشکر میکنم از جناب آقا بزرگوار که لطف کردن من هم دعوت کردن به این برنامه. انشالله که همینطور که سبزاندیشان نام از این تیم انشالله همیشه سبزاندیش باشین و انشالله با امید خدا سبز باشین و بدرخشین در میادین ملی و بین المللی انشالله. وقت شما زیادتر نمیگیرم، بیشتر دوستان نرمش کردن سرنش بدن از اینا به این خاطر باز مشک جناب استاد هم شاید صحبت‌های داشته باشن و من وقت شما بیشتر نمیگیرم. تشکر میکنم. آرزوی موفقیت همه شما میکنم. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، سلام عزیزان و ارجمندان گرامی و ارزشمند ما در این فصل با تراوت و شاداب و سرسبزی در جمع تیم عزیزان سبزاندیشان قرار داریم که تک تکشان روحیشان هم شاده، جسم و قویشان بدنشان هم انشاءالله قوی و شاد هست. همه ما امروز جمع شدیم تا ای که با ورزش یک بار دیگر پیمان بسته کنیم، یک بار دیگر به خاطر ورزش آرامش فکری و جسمی خود را به دست بیاریم. در واقع یک پیام نیکی است برای تک تک شما عزیزان که ورزش را از زندگی خود دور نکنید. در آموزه های دینی هم وقتی که ما مطالعه میکنین پیامبر صلی الله علیه و سلم به ورزش های مثل تیراندازی و شنا و در واقع اسب دوانی توصیه کرده بودند. این توصیهشان باعث میشه که یک مفهوم و یک پیام عام را داشته باشه. یعنی هر نوع ورزشی که به بدن ما، به وجود ما، به فکر ما، به روح و روان ما در واقع مفید باشه این ورزش را از دست ندین و انشاءالله هفته 2 روز برنامه ورزشی جز برنامه‌های اولویت بندی شده زندگی ما باشه تا اینکه مفید و قوی و توانمند بدرخشیم. با تشکر از جناب آقا سیف گیلانی که همه ما امروز
جمع شدیم زیر عنوان تیم سبزاندیشان و انشاءالله در فصل سبز بتوانیم بازی سبز را داشته باشیم و ورزش سبز را در آینده خواهیم داشت انشاءالله. تشکر. تشکر فراوان از مهمانان عزیز و گرامی جناب استاد عبدالظاهر فقیری، استاد دانشگاه، یک از استادایی که اهل ورزش هستند و عاشق ورزش هستند و ناگفته نماند که داور میدان امروز آقا صاحب سید منور شاه جان می باشند و ما هم به اینام آرزوی موفقیت میکنم به تمام عزیزا و ما حال میخواهیم که انشالله تیم سبزاندیشان رسما به نوار انشالله افتتاح بنماییم. خدا کنه که انشالله همیشه و عزیزان ما سبز و خرم باشند. بسم الله الرحمن الرحیم. سید صادق گیلانی و مربی تیم فوتسال سبزاندیشان. به نام خداوند مهربان و راشد نسپاس در زبان تیم سبزاندیشان. به نام خالق بیامتا سید فیروز عظیمی تخلص میکنم، کاپیتان تیم سبزاندیشان. به نام خدای مهربان رامین پروری هستم و تیم فوتبال سبزاندیشان پیوست. به نام خدای سید منصور عظیمی تخلص میکنم عضو تیم سبزاندیشان. سلام مقصد تیم سبزاندیشان. به نام خدا مبین نظامی هستم عضو تیم سبزاندیشان. به نام خدا اسمت الله سندری هستم عضو تیم فوتسال سبزاندیشان. به نام خدا راتب سروری هستم عضو تیم سبزاندیشان. به نام خدا سید ظهور عظیمی عضو تیم فوتسال سبزاندیشان. به نام خدا محمد میرزا محمدی یک تن از بازیکنان تیم فوتسال سبزاندیشان.